پروپاگاندا یعنی ذهن مس مدیا رو هدایت میکنه در جهتی که میخواد. نیره کی بود حجت؟ اینا کیسای بزرگ پروپاگانداست که ببین یک جنگ رو هدایت میکنه. حس این که دقیقاً وسط یک کمپینی مداره بهم دست میده. این جنگا جلوه نظامیش بیشتر بود، ولی تو این وسط از صدام تا اینجا جنگ‌های رسانه‌ای و اقتصادی خیلی بزرگی اتفاق افتاده. الان تو ایران دنبال اورانیومن، 400 کیلو اورانیوم کجاست؟ آقا ولمون کنید. برای همین میگن تاریخو بخونیم ببین چه اتفاقایی افتاده و چی داره میشه. موضوع در نهایت حجت استوری تلینگ. موضوع پرتاب موشک نیست، موضوع پرتاب موشک صورتیه. ته قصه اینه که تو روی موشک مینویسی حبیبی اینا میرن من میمونم و تو. آقا تو کافر میبندی به دلیل حجاب، یک بنر بسیار بزرگ فلان. اشتباه کردیم، یه مملکت رو فنا اشتباه کردیم وسط یه قصه‌ای که برات طراحی شده. من تو جنگ به دنیا اومدم و تو جنگ اقتصادی و تو جنگ موشکی زندگی کردم. ببین مثلا اینترنت رو واقعا یه نوع خیانت. اینطوری دیگه نامردی وسط جنگ. هیچ کس باور نمی‌کرد که ایران جواب اسرائیل رو بده. سکانس پایانی یه راه بیشتر نداره، یا میبریم یا میبریم. مصطفی سلام. سلام حجت. چاکریم. خوبی؟ خیلی خوش اومدی. چاکریم. قربونت. چه خبرها؟ چیکار می‌کنی؟ قربونت، سلامتی. هستی؟ با جنگ چطوری مصطفی؟ سعی می‌کنیم زنده بمونیم. خیلی جنگ خفنیه. آره. خیلی خفنه. آره. کجا بودی؟ چیکار می‌کردی این مدت؟ من تهران بودم کل جنگو. من جنگ 12 روزه رو از دست دادم، ایران نبودم. چه فرصتی. و شاید از اون جنگ 12 روزه فقط 2 تا انفجار در دوردست تو تبریز دیدم. ولی خب مثلا اون اولین سفر زمینی من و عبور از مرز زمینی بود برای برگشت که وقتی رسیدم دیگه آتش بس شده بود. استانبول احتمالاً ها؟ من امارات بودم، رفتم ارمنستان، از ارمنستان اومدم تبریز پیاده. آره، یعنی با ماشین نبیدم. ولی توی این جنگ تهران بودم و از لحظه صفرش یادمه تا لحظه آتش بس. آره. و در شروع جنگ ما تو دفتر کارمون بودیم که صدای موشک‌ها رو شنیدیم و خبر انفجار توی جمهوری و بعد دیگه همینطور. من یه چیز جالب بگم، توی دفتر کارم بودم. من توی مجتمع نورم طبقه 13 و مشرف بودم به اون منطقه جمهوری و داشتم با تلفن با همکارم صحبت می‌کردم راجع به سفارش یکی از مشتری‌ها و دیدم که از آسمون داره یه چیزای مشکی رنگی میاد پایین. آره، و با دقت نگاه کردم دیدم موشکه. بعد به همکارم میگفتم که ببین جنگ شروع شد. میگفت نه مهندس نشده. گفتم اینها بوم. آره 7 تا اونجایی که یادمه موشک خورد. من نکته جالبش اینه که وقتی که جنگ 12 روزه امارات بودم یه تجربه کسی رو داشتم که بیرون از ایرانه و آدم‌های مختلفی ازش ممکنه بپرسن و اون تجربه جالبی بود. این شکلی بود که خب اون موقع امارات درگیر این جنگ نبود و جنگ فقط مسیر این چیز بود. هیچ کس باور نمی کرد که ایران جواب اسرائیل رو بده. چقدر جالب. من به دلیل کاری که انجام میدادم و ارتباطم با بازرگانای خارجی، از زمانی که سید حسن نصرالله رو شهید کردن از من میپرسن کی ایران اسرائیل رو میزنه، تا زمانی که من امارات بودم به من میگفتن که شما عجب آدمایی هستین، تو کشورتون جنگه ولی شما اینجا دارین معامله میکنین، این خیالتون نیست. تقریبا ریاکشن آدما نسبت به این موضوع اینطوریه که نمیتونن باور کنن که یک جایی تو دنیا هست که میتونه جلوی اون قدرتی که اونا فکر میکنن یک دنیاست جواب بده، ولی اینکه حالا بعدن چه اتفاقی میفته. مثلا من حتی تماس داشتم از دوستام از سریلانکا که اون موقع که چی شد الان مثلا مسیج میدادن بیاین سریلانکا پیش ما بمونین، همه خانواده رو بیار اینجا پیش ما فلان. نه اونها خیلی بیشتر از ما میتونم، من مجبورم بهشون توضیح بدم که ببین حالا اینطوری هم نیست، ولی حالا نه این موضوعی که کسی تو دنیا تجربهش نکرده. به نظرم ما تجربهش کردیم. یک بار توی طرف شدن با صدام که به صورت خیلی زیرپوستی با بقیه ابرقدرت‌ها می جنگیدیم و یه بار
دوباره توی این جنگ‌های اخیر، که البته به نظر من این جنگ‌ها جلوه نظامیش بیشتر بود، ولی توی این وسط از صدام تا اینجا جنگ‌های رسانه‌ای و اقتصادی خیلی بزرگی اتفاق افتاده. آره راست میگی. و نکته اصلی اینه که تو جنگ رمضان ما بزرگترین عملیات هماهنگ و دقیق رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر علیه دشمنش دیدیم. یعنی یکی از عملیات‌های خیلی پیچیده و حساب شده و هماهنگ شده و مؤثر که طرف‌های مقابل منتظر بودن که این اتفاق بیفته. کار به جایی رسید که مثلا اروپایی‌ها یا غیر آمریکایی‌ها میگفتن ما منتظریم ببینیم ایران چی میگه که ببینیم ترامپ راست میگه دروغ میگه. یعنی راستی آزمایی حرف طرف مقابل این جنگ حرف مسئولین ما بوده. اولین باره شاید اولین باره که مجبور به اعتراف میشن به نظر من، به خاطر اون حجم حمله رسانی. حالا من به جهت کاری که داشتم توی سالهای مختلف، مثلا توی شرکت کاله اومدم دیجیتال مارکتینگ رو راه انداختم. خب ما توی کاله یک بخشی از یک گروه بزرگ غذایی به اسم سولیکوه که طبعا عملیات رسانیش باید اونقدر بزرگ باشه که شما وقتی این همه محصول کاله توی جاهای مختلف میذارید در چشمه، این عملیات رسانه‌ای تأثیر داشته باشه. خب تو چی شد وارد کار توی حوزه رسانه شدی مصطفی؟ ببین واقعیتش این، من یه وبلاگ نویس آیتی بودم خیلی این سال پیش، زمانی که هنوز مثلا نارنجی بود و نمیدونم، منم یه نفر بودم برای خودم مینوشتم. مجموعی از عوامل و اتفاقات دست به دست هم داد که در یک زمان درستی که من داشتم وبلاگ آیتی می نوشتم. خب وبلاگ آیتی در مورد چی می نویسه؟ یه چیزی به اسم اورکات وجود داره، تو یه چیزی هست تو ایران ساختن به اسم کلوب. زمان اورکاته ها. آره فرند فیدی وجود داره. یه چیزی به اسم کلوب تو ایران ساختن، شکوریا که اونقدر کلوب قبل از فیسبوک ساخته شده بود، بعد فیسبوکی به وجود اومد. خب ما به دلیل اینکه داشتم وبلاگ آیتی می نوشتم و مخاطب داشت، من همه این چیزها رو می دیدم که داره چه اتفاقی توی زمان میفته. و به یه جایی رسید یه اتفاق عجیبی افتاد. مدیر روابط عمومی ایرانسل از ما وبلاگ نویس‌ها هم در همایش سالانه رسانه‌ایش دعوت کرد و این مشخصاً ورود فضای مجازی به یک عصر جدیدی بود. خلاصه این فضای باعث شد که من تجربه از صفری توی رسانه‌های مجازی داشته باشم. منتها خب یه خورده قبل از اینها من اصلا کارم رو با این کارو شروع نکردم. من کارم فروش بود، فروش بی تو بی بود. فروش صنعتی بی تو بی بود. پس داشتم تبدیل میشم به یه ملغمه از آدمی که تجربه فروش بی تو بی داشته، هم بین الملل هم داخل کشور، بعد رسانه دیجیتال رو دو اوایلش داره تجربه میکنه و یه آدم چند وجهی به وجود اومد که وسط همه این داستانا بود. تو ادامه زندگیم هم این کار کردنم با رسانه شبیه یه خبرنگار نبود، بیشتر شبیه یه فروشنده یا یه مارکتر بود که از رسانه به عنوان یکی از ابزارهای داخل جعبه ابزارش استفاده می‌کرد. مجموعه اینا باعث شد که امروز از همین ابزاره باز استفاده می‌کنم برای فروش بی تو بی. کارم این بود که مشتری‌هایی پیدا کنم برای محصولات ایرانی خارج از ایران و اما خب حالا هم این کار در داخل ایران داره اتفاق میفته با محصولات. یا کلا کارم اینه که وارد مجموعه مختلفی میشم که حس میکنم پتانسیلشو دارم، ولی در سگمنتی هستن که احتمال داره آدم‌ها خیلی راغب نباشن اونجا برن تغییری ایجاد بکنن. یه پیجی هم یادم داشتی با این موتورت خلاصه. آره. یه ایونتی هم یادم یه بار دعوتت کرده بودن برای معرفی برند موتور بود اگه اشتباه نکنم. هنوز هست فعال پیجه؟ فعال نیست دیگه، اون یه تستی بود. ببین من به جهت اینکه خیلی سال توی کاله بودم و توی دیجیتال مارکتینگ خود کاله رو انداختم یا بعداً واحد مارکتینگ شرکت شتابان کاله رو انداختم، موضوع این بود که یه فضای ایران دوباره شروع شد، رسانه ها بسته شد، کارا تعطیل شد، از این قصه ها. و
تو اون اسنا یکی از فیچرهای مایکروسافت که ببخشید اینستاگرام که ریلز بود فعال شد. من به ذهنم رسید که ببینم میتونم شخصا یه تستایی روی ریلز بکنم یا نه. کاری ندارم، موضوع از اونجا شروع شد و این پیج خیلی جدی شد و بعد یوتیوب جدی شد و خوبم یادم ویو میخورد. ما خیلی نگاه می‌کردم پیج اینستاگرام 5 میلیون بوده، 2 میلیون بوده، 1 میلیون بوده. بعد پیج شد مثلا 70 چند هزار تا 80 که یوتیوب شد 6000 تا بگم آخرین بار که چک. بعد کبیر موتور تماس گرفت تشریف بیارین همایشای ما و یه کار آزمایش کنیم جدی شد. خب اون یه پروژه خیلی لوکاست بود و بیشتر آزمایش این بود که ببینیم مثلا تو اسکیل کم هزینه با یه موضوعی که آدم علاقه‌مند شخصیشه چه اتفاقی براش میفته. ولی همین جالبه که سیستم مانیتایزیشن یوتیوب چجوری کار میکنه. همه این موضوعات تو اون پروژه تست شد دیگه. ولی ما از جایی که یک موتور سوار خودم علاقه به موتور سواری داشتم به جایی رسیدم که شدم اینفلوئنسر موتور سواری و این داستان. موتور باحالم هنوز داری؟ آره موتورای چیزا. ولی تو میتونی از این رسانه به هر حال استفاده. ببین وقتی تو میدونی که چی کار داری میکنی میتونی تو هر صنفی تا هر موضوعی صرف یک مدت محدودی توسط دیجیتال رسانه‌های دیجیتال تبدیل به فرد تاثیرگذاری تو اون صنعت بشی. مثلا من فقط یه موتور سوار ساده بودم که علاقه‌مند به موتور سواری بود، هیچی از موتور نمیدونستم. حجت چه بامزه. آره کاری ندارم. در نتیجه فضای من خیلی فضای هدفداری بوده تو رسانه. یعنی من متخصص رسانه نیستم به اون معنا که یک خبرنگار یا یک خبرگزاری هست. من کسی هم که کارم فروش بی تو بی بوده و از ابزارهای مختلفی برای تأثیر گذاشتن روی اون مخاطبی که هدف منه استفاده میکنم. در حقیقت من توی فروش بی تو بی باید هدفمو از قبل شناسایی کرده باشم و خوب بشناسمش و بعد یک قبایی براش بدوزم که روی اون سوار بشه. خب خیلی باحال. این فضایه باعث میشه که من خیلی به قول امروز جنگ رمضان خیلی نقطه زنی کار کنم. یعنی من وقتی میخوام بیام سمت تو از قبل پرونده‌تو ساختم و میدونم که چی با تو میشه صحبت کرد و ما یک مشترکاتی پیدا میکنیم، یک حرفی برای گفتن داریم و همدیگه رو بهتر میشناسیم و جذابیت فضای بی تو بی همینه دیگه. تو آدم‌هایی رو پیدا میکنی که اگر باشون ارتباط برقرار کنی چون ارتباط مطالعه شده و دقیق بوده سالها میبینی ادامه پیدا میکنه و دوستی‌های جالبی شکل میگیره. البته سمت دارکش هم هست که میره سمت کلاهبرداری این داستانا، چون به هر نفت روی این اطلاعات سوار میشی و برنامه درست میکنی. احتمالاً هوش مصنوعی هم این وسط فرقی نمیکنه دیگه. ببین تو به عنوان کسی که داری مسئله‌ای نیست که از این ابزار حتما استفاده کنی، ولی اگه این ابزار به تو کمک میکنه برای این کار ازش حتما استفاده میکنی. مثلا تو حوزه هوش مصنوعی دیتا انریچمنت یک مسئله خیلی مهمه. این که من دیتایی دارم که میتونم اون رو غنی سازی کنم. طبعا هوش مصنوعی به من کمک کنه این دیتا رو غنی سازی کنم و این غنی سازی توی اسکیل باید اتفاق بیفته. چون من یک لیستی از سرنخ‌های تجاری مثلا 1000 تا دارم که فرض کن فقط یک المانشو داری و بعد تو میخوای اینو انریچمنت کنی. مسئله اینه که چجوری باید این همه دیتا رو تو توی اسکیل انریچ کنی و اطلاعات در بیاری. انریچمنت شامل این میشه که حجت کیه، شرکت اریسا چیه، اینا چجوری به هم مربوطه، تلفنش چیه، خودش کجاست، چیکار میکنه. این دیتا رو در حقیقت بهش میگن انریچمنت و تو الان میتونی از هوش مصنوعی استفاده کنی که تو اسکیلینگ انریچمنت رو انجام بدی و وقتی که با حجت ارتباط میگیری کولد کال نباشه هم یهو از آسمون افتادی. کلی نقاط مشترک داری که سر صحبت رو با حجت باشی قبلش از ظرفیت. این اتفاقیه که تو فضای بی تو بی باید بیفته. ببین درست فهمیدم، پس تو داری میگی که اگر رسانه رو بشناسی و بلد باشی چه جور محتوایی و توش کی چه جوری با چه فرمی لانچ بکنی، میتونی حتی تو فروش بی تو بی که شاید مثلا خیلی ها احساس بکنن که لزوما از ابزار رسانه و از ابزار تبلیغات خیلی نمیشه توش استفاده کرد، میتونی جلسات تو بسیار بارورتر بکنی و حتی هم ذهن اون فرد مذاکره کننده و هم ذهن فرد مذاکره شونده رو در حقیقت خوب شناخته باشی و شکل بدی. این موضوع به جز اینکه رسانه رو بشناسی اینه که مخاطب هدف تو خوب باید بشناسی. خیلی باحال. آره این فضاییه که خارج از اون فضای رسانه خبرنگاری صرفا، این فضای رسانه‌ای که تارگت داره.
و مشخصا دنبال یک رسیدن به یک هدف خاصه، نه صرفا انتشار خبر. به نظرم یکی از برگای موفقیت تو توی حالا این حوزه، تو حوزه حالا رسانه و کاسبیش مثلا دیجیتال مارکتینگ، این بوده که خودت هم کف این پلتفرم و این رسانه رفتی، یه اصطلاحاً یه دکه زدی ببینی میشه و میدونی اون کاری که خودت کردی به نظر من خیلی کمکت میکنه که یعنی به قول تو اگه من میتونم خودم رو تبدیل بکنم به یه آدم خیلی مؤثر در حوزه شناخت موتور یا موتور سواری، احتمالاً هر محصول دیگه یا هر موضوع دیگه داشتم. مثلا وقتی وبلاگ داشتم شناخته شده بودم. بعد وقتی که تو توییترم بالای 10,000 تا مثلا فالوور داشتم شناخته شده بودم. یعنی من اون فضای قبل از اینستاگرام رو تجربه کرده بودم، بعد با کاله تو اسکیل میلیونی اینو تجربه کردیم، بعد اومدیم موتور سواری رو ساختیم ببینیم چی میشه. این فضا خیلی فضای مشخصیه توی نوسان‌های مختلف با تارگت‌های مختلف این اتفاق توش افتاده و این تجربه رو داشتم. تجربه خوبی بوده ولی کلا ببین من دیجیتال مارکتر نیستم، من خبرنگار نیستم، من وبلاگ نویس نیستم، من کسی هم که اون وسط وایساده. خب ولی توان اینو دارم که تو رو راضی کنم که بیای به تیم من، عضو تیم من تو کاله بشی و یه کار خفن انجام بدی، چون تو خفن ترین آدم این کاری. متوجه؟ اشتباه نگیر، دیجیتال مارکتر کسای دیگه‌ای هستن که مهارت‌های دیجیتال مارکتینگ رو دارن. من اون رهبر ارکستری هم که میتونم اینا رو الاین کنم برای رسیدن به تارگت درست. من اصلا یعنی بعضی وقتا این اشتباهو من این سازا رو من نمیزنم، من نباید بزنم اصلا. مسئله اینجاست که این چیزیه که خیلی اشتباه میگیرن. من همکاران بسیار خفنی داشتم که آدم‌های بسیار بزرگ تو حوزه کانتنت و تو حوزه دیجیتال مارکتینگ تو رسته‌های مختلفش بودن و این افتخار همکاری رو باهاشون داشتم، ولی من هیچ وقت اون مهارت‌ها رو نداشتم. ولی بلد بودم. من کارم جمع کردن این آدم‌ها، مذاکره بالا، مذاکره پایین و تعیین تارگت‌ها بوده. خب ولی به دلیل اینکه شناختی از این نوع کار داشتم که به خاطر اون سابقه فروش بی تو بی و علاقه‌مندی خودم به این موضوع و مارکتینگ بوده، این کارها ارکستریتد بوده به قول اجنبی، یعنی هدف مشخصی داشته و این بچه‌ها توان و زاویه حرکتشون برای رسیدن به اون هدفه بوده و کار من این بوده که اون موضوع طراحی استراتژیک این اهداف و روش رسیدن بهشون و ایناشون تعریف بشه و بعد برای این پازل آدم‌هایی رو مذاکره کنی که بیان و بعد با سازمانت مذاکره کنی که این آدم‌ها که از یک جنس دیگه‌ای هستن رو بپذیره و حرکت بکنه. یکم مصطفی با توجه به تخصصت، با توجه به تجربت، اتفاقات اخیر رو از زاویه رسانه چطور می‌بینی تو؟ ببین اتفاقا یه بحث خیلی جالبیه این، چون علاقه شخصی من هست و خودم هم به تورش میخورم و بعضی وقتا شاید استفاده میکنم. نکات خیلی جذابی می‌بینم. ببین توی جنگ رمضان به نظر من، نظر شخصیمه، یعنی یه چیز علمی خطکش داری نیست، ولی به نظر کسی که از اول درگیر فیلترینگ، یعنی من روز 0 فیلترینگ که اون صفحه پیوندها طراحی میشد به من نشونش دادن که میخوایم این کارو بکنیم که احتمالاً اصلا این نسل یادشون نمیاد چی بود قبلش، چی بود که این شد بعد چی طور شد. کارن به عنوان کسی که این فضا رو تو جمهوری اسلامی دیده در سطح بالا، به عنوان کسی که تو رسانه بوده بهش نشون دادن، گفتن، بهش زنگ زدن و کامنت گذاشتن تو وبلاگت اینو پاک کن قربونت که فیلتر نکنیم، از این کارا رو دیده تا امروز. جنگ رمضان به نظر من بزرگترین حمله رسانه‌ای جمهوری اسلامی بوده که مولا درزش نمیرفت. حمله مستقیم به آمریکا با لگوها. تو خوب می‌بینی عملکرد رسانه‌ای ایرانو؟ بله به نظر من خیلی نقطه اثر خیلی سنگینی بوده. یکی از تمیزترین کار رسانه‌ای جمهوری اسلامی بوده به نظر من در جنگ. لگوها بودن که خیلی سر صدا کردن، توییت‌های هماهنگ سفارت‌های ایران توی دنیا بودن، توییتر آقای قالیباف بود که حتی سیگنال خرید و فروش سهام نفت میداد، خیلی بامزه بود. و انیمه هایی بود که ساخته شد با موضوع محور مقاومت و ایران و موضوعش اینه که
انقدر تمیز کار کرده بود که زبان استفاده شده در ساخت این محتواها زبان یا اسلنگ خود اون آدما بود. یعنی اونا میفهمن که چرا موسیقی راک روی لگو استفاده شده، اونا میفهمن که این واژه‌ای که تو این توییت استفاده شده چه نسبتی با موضوع داره. اینطوری نبوده که یک نفر فارسی زبان بیاد این کارو بکنه، متوجهی؟ کسی که تو اون فرهنگ زندگی کرده، اون آهنگا رو میشناسه، با اون فضا خاطره داره. خیلی این ویدیوها کاملا هدف مشخصی داشته، تارگت مشخصی داشته، KPI مشخصی داشته، جای مشخصی رو میزده و فضای مشخصی رو تعریف میکرده. چه باحال. پس تو برداشتت اینه که توی خلاصه این بعد شاید این جنگ ما خوب بودیم ها. این بعد این جنگ به نظر من حتی از عملیات موشکی که انجام شد قوی‌تر و سنگین‌تر و پیچیده‌تر و شاید موثرتر بوده. بذار از یه موضوعی شروع بکنیم. ببین وقتی تو دنیا میخوای یه تغییر ایجاد بکنی، اصلا تو دنیا نه، فکر کن تو یه شرکتی داری و میخوای یه موضوعی رو جا بندازی، هیچی کار نمیکنه مگر اینکه یه تغییر فرهنگی رو کلیک بزنی. تغییر فرهنگی رو کلید زدن پیچیدگی های خیلی زیادی داره. خب الان اگه تو توی این 100 سال اخیر رو نگاه کنی، هیچ نوع حمله نظامی به هیچ جایی نرسیده. حزب الله لبنان تا حالا قرار بود نابود شده باشه و الان تمام طول جنگ رمضان و بعد از اون رو زیر آتشه و همچنان داره از اسرائیلیا کشته و خسارت. خب یمن 2 سال زیر حمله نظامی عربستان سعودی با تمام امکانات آمریکا بوده و الان میگه شاید حال کنم فردا با باب‌المندب رو ببندم. هیچکی رد نمیشه از اونجا. هنوز نبسته ولی کسی رد نمیشه چون اونا اعصاب درستی ندارن. خب پس ببین این تکلیف این کار نظامی مشخصه. تو ایران تست شد، با تمام توان اومدن. موضوع اینه تا زمانی که اون اتفاق داخل نیفته و اون به هم ریختگی و اون تغییر فرهنگی داخل کشورها، داخل شرکت‌ها، داخل گروه‌ها اتفاق نیفته، تو نمیتونی کاری رو از پیش ببری. خب و شاید این هوشمندی دولت‌های قبلی آمریکا بوده که وارد یه همچین تله‌ای نشدن به واسطه اینکه فقط اسرائیل داره فشار میاره، چون قبلا اینو تست کردن و متوجهش بودن. ببین ما تو 1929 یه اتفاق عجیبی میفته، یه اتفاق جالب تجاریه. خب شرکت لاکی استرایک به یه نفر به اسم ادوارد برنایس مراجعه میکنه و بهش میگه که آقا ما یه بازار بزرگی توی خانوما داریم که میتونن سیگاری باشن و سیگار بکشن که نمیکشن. چرا؟ چون جامعه میگه که این کار زشت، قباحت داره و خانوما نباید بکشن و فقط آقایون سیگار میکشن. در منظور در ملأ عامه. حالا اینکه یکی تو پس و پش سیگار میکشه اون کار ندارن، ولی تو ملأ عام باید بکشه که همه بکشن که بکشن یه پولی در بیاد. مارکتش تو پس تو سیگار میکشی که چه درد من میخوره. ادوارد برنایس پسر عموی فروید، برادرزاده فروید بوده و به اون اصول و منطق وارد بوده و از شاگردای فروید میپرسه، از یکی از شاگرداش که اسمش یادم نیست، که آقا این چیه داستانش؟ میگه که برای اینکه سیگار کشیدن نشانه از مرد بودنه و این تضاده باعث میشه که این حالت تو جامعه پیش بیاد که کسی نپذیره. و برنایس پول گرفته بوده که این کار رو حل کنه دیگه، آدما بکشن. یه کار خیلی ساده میکنه. فکر میکنم هولوش 12 تا 20 نفر مدل خانوم از مجله ووگ میخواد که بهش لیست بدن و اونا رو دعوت به همکاری میکنه. خب یه تعداد خیلی خوبی خبرنگار عکاس هم دعوت میکنه. به اون خانوما میگه شما سیگار و فندک رو زیر دامنتون قایم میکنید و یه راهپیمایی ایستر بوده. تو اون راهپیمایی ایستر شما در این نقاط که مشخص کردم هماهنگ با هم سیگار و فندک رو در میارین و سیگارتون رو روشن میکنین. به عکاسا میگه شما هم در اون لحظه عکس‌های بسیار خفنی از این کار میگیرین. و فردا صبح نیویورک تایمز تیتر میزنه که یه سری خانوم تو فلانجا شروع کردن سیگار کشیدن. جاش میندازه و تموم شد. تغییر فرهنگی کلیک خورد. 2 برابر میشه اندازه بازار سیگار. چه اتفاقی افتاد اینجا
مفهوم آزادی. ببین اسم این کمپین چی بود؟ مشعل آزادی، فریدم تورچ، مشعل آزادی، مشعل این سیگار است آزادی. اون موقع یک مفهومی وجود داشته، سیگار مال مرداست، ما زنها الان تو فشاریم، میخوایم آزاد بشیم از این فضا. درست شد؟ با یک کمپین تو میگی اتفاق میفته، یک موضوعی رو که مهمه، آزادی و درسته و تو باید یک فرمی از آزادی بر اساس تعریف فرهنگی اون جامعه رو میخوای برسی بهش، گره میزنی به یک محصول تجاری که در ظاهر خیلی سریع به تو این حس آزادی و رهایی رو میده. دردتو خوب نمیکنه، تو همچنان آزاد نیستی ولی حس میکنی که یک گامی در جهت آزادی برداشتی. نمونه اینو کجا میبینی تو مملکت خودمون؟ روسری رو زدن بالای چوب. ما میخوایم آزاد بشیم. ببین همون کمپین کپی شده، همون کمپین که 1929 پری رو انداختن سیگار را افتاده، ما دوباره نمونهشو، یک نمونه پولی شدهشو دوباره توی برای حجاب توی جمهوری اسلامی میبینیم که یه سری آدم روسریشون رو میزنن بالای چوب و بالای یکی از این چیزای مخابرات وای میستن که بعدا اون چیزای مخابرات سطح شیب دار زدن که کاری ندارم دیگه. منظورم که بعد این اتفاق میفته دیگه. بچه ما الان که بری تو جامعه میبینی حجاب دیگه مثل اون موقع تابان کار کرد، کمپینی که کار کرد. اینا کمپین های طراحی شده است دیگه. مثلا میخوام بهت بگم معادل اینو من اون کمپینی که توی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد برای حجاب، فکر کنم اونم یه اسمی داشت، من الان یادم نیست، اونم یه همچین اسم جالبی از آزادی داشت. پس تو یک مفهومی رو که پیچیدگی هایی داره و تو میخوای بهش برسی یا نمیخوای بهش برسی، دنبال یه مفهوم درستی میگردی به اسم آزادی. بله آدم‌ها باید آزاد باشن، یه آزادی یه تعریفی داره، هرچی گره میزنی به یه چیزی مثل سیگار کشیدن که ممکنه در لحظه این حس رو به تو بده که تو آزادی، این که تو روسری سرت نباشه تو آزادی. ممکنه اون مفهوم اتفاق نیفتاده باشه ولی این اتفاقه، این رسیدن به این ساده است و به تو این حس رو ممکنه بده که باشه این اتفاق افتاده و بعد تو سیگار میفروشی باهاش، بازارت وسیع‌تر میشه. پس ما نمونه های اینو تو خیلی فضاهای مختلفی داشتیم. این برنایس یک کتابی منتشر کرده به اسم پروپاگاندا سال 1928 و توی اون پروپاگاندا رو داکیومنت کرد. این کتاب با یه جمله شروع میشه که من نوشتم براتون بخونم. تغییر آگاهانه و هوشمندانه در عادات و باورهای توده‌ها نکته بسیار مهمی در یک جامعه دموکراتیک است. جامعه دموکراتیک، تغییر توده‌ها. آنهایی که این مکانیزم پنهان را دستکاری می‌کنند، دولت پنهانی را درست کردند که قدرت اصلی اداره کشور است. مدیریت ذهن ها میتونه بعدن نکته جالبی رو گفتی، این جلوتر میخواستم در مورد صحبت کنم. یک نوام چامسکی یک کتابی مینویسه با یه بابای دیگه به اسم هرمان به اسم Manufacturing Consent. این که ذهن‌ها رو چجوری شکل بدیم. اینا آدمای رسانه ان دیگه. اینا میان میگن که سال 1998 این کتاب چاپ شده. من نمیدونم اینا ترجمه شده یا نشده. این که من الان براتون خوندم خودم ترجمه کردم ولی حالا میتونید آبا از سرچشمه بنوشید یا ترجمه‌شو پیدا کنید، نمیدونم. نوام چامسکی چون رسانه گفتی میگه که آقا ما تو رسانه 5 تا فیلتر میتونیم استفاده کنیم. یکیش مالکیته. رسانه ها عموما در دست کسایی است که قدرتمند و ثروتمندن و اون قدرت و ثروتی که به رسانه جهت میده و اون چیزی که اونا بخوان منتشر میشه. ما این الگو رو در تمام رسانه های دنیا میبینیم. چه رسانه هایی که دارن بر علیه ایران و همسو با دولت آمریکا تلاش میکنن، چه رسانه هایی که به نفع ایران دارن تلاش میکنن. به هر نفع اون قدرت و اون آرمانگرایی که از اون قدرت و پول سرچشمه میگیره جهت دهنده است. این فیلتر اوله، مالکیت رسانه دست کیه. خب فیلتر دوم تبلیغات و تامین مالیه. تامین مالی و تبلیغات فیلتر دومه. خیلی از رسانه ها پول میگیرن خبر میزنن. تو همین جا من خیلی هاشون پول دادم خبر زدن.
خب و خبری که من می‌زدم ماستودون می‌خواستم بفروشم، اونا می‌خواستن یه جهتی جای خیلیشون چه میگن مدل کسب و کارشون ارتزاقشون اینه. درسته. طرف رسما به من زنگ زده بود میگفتش که اگر پول ندین من این خبر رو در مورد شما میزنم. اگه پول ندید خبر منفیه رو میرم. حالا این دیگه اون رسانه خیلی چیپه بود. اون کرواتی هم یه جور دیگه نظرش. ولی پس اگر من پول بدهم و من قدرت مالی داشته باشم و من پنلای تبلیغاتی رو برای یه سال بخرم، من هرچی بگم همونو تو می‌نویسی مثل یه بچه خوب. درست شد؟ اینم یه بخش دیگه رسانه است. نکته سوم تنبیه رسانه است. برعکس اونه دیگه. من چون قدرت دارم، رسانه قدرت نداره، هر بلایی سرش در میارم. امروز کاری که ترامپ میکنه، توی جمع رسمی خبرنگارا میگه تو خیلی آدم چیپ و سیاه و بیخودی هستی و رسانت هم رسانه بیخودیه، نابودت میکنه و جوابت هم نمیده. این تنبیه رسانه از سوی قدرته. در لحظه میتونه این کارو بکنه. یا رسانه رو مصادره میکنن، چه میدونم درش میبند، یه اصطلاحی داره، روزنامه از فردا چاپ نمیشود. خب تنبیه رسانه یه فیلتر دیگه یه برای کنترل رسانه که چامسکی تو کتابش نوشته. و یه نکته دیگه که اون موقع در مسئله بوده، ضد کمونیسم بوده. کمونیسم بوده. زن آخر اینه که آقا ما ضد کمونیسم باید باشیم. یعنی تو باید یک ترسی رو پیدا کنی، خب یه ایدئولوژی پیدا کنی که آدم ازش بترسن. اون موقع کمونیسم بوده، امروز تروریسمه. بعد اون وسطای اسلامی هم بوده، زمان داعش و فلان اینا. حالا وقتی اینا رو به هم بچسبونی میرسی به این که خب ما آنتی کامیونیسم رو تبدیل میکنیم به واران ترور. وقتی واران ترور رو داریم، هر کس رو خواستیم بزنیم میگیم تروریسته. یه زمانی آقای جولانی که الان تو سوریه نشسته تروریست بود و ما برای سرش جایزه گذاشته بودیم، امروز هم نیست. چرا؟ چون ما داستان واران ترور رو داریم، اینو کرده بودیم توش میزدیمش، حالا صلاح دیدیم از توش در بیاریم نمیزدیم. آقای القاعده، طالبان، اینا تروریست بودن یه روزی، امروز هم ترجیح دادیم دیگه تروریست نباشن، حکومت دار باشن. درسته؟ پس تو حالا برمیگردیم به این نکته که اصلا این واران ترور خاستگاهش از کجا ریشه میگیره. اینم یه کمپین پروپاگاندایی بوده برای حل یه معضل بزرگتر که تو باعث شدی من همه داستانو برعکس بهت بگم. ببین ریگان وقتی که اومدن سفارت آمریکا تو ایران این اتفاقا براش افتاد، این قصه یه موضوع خیلی جالبی رو مطرح کرد و گفتش که آقا ایران یک دولت حامی تروریسمه. یعنی چی کار کرد؟ اومد گفتش که آقا اصلا ولش کنین، اینا ملت و فلان و اینا نیستن، اینا یه مش تروریسم بربرن که وایستادن با ما 1984. ایران یک کشور حامی تروریسم. موضوع از اونجا شروع. حامی تروریسم یعنی 85 میلیون نفر که تو ایران زندگی میکنن همه تروریستن. درست شد؟ اینا نه سابقه دارن، نه تمدنی دارن، نه اصلا چیزی دارن، نه اصلا دنبال چیزی هن. اینا دنبال ترورن، دنبال ایجاد وحشتن، دنبال ایجاد کشتارن. مغزشون اینطوریه. رو چه اتفاق تاریخی سوارش کرد؟ 1984 گروگانگیری توی سفارت. بعد داستان سفارت. آره اونجا که میشه روش اتفاقا به نظرم. همین دیگه مسئله اینه که تو یه چیز واقعی رو پیدا می‌کنی، یه چیزی رو می‌شونی روش. و اون موقع خب ایران انقلاب بود، ترور بود، آدم می‌کشتن، اینا می‌گرفتن دادگاهی می‌کردن، اون فلان می‌کردن. اوضاع قاطی پاتی بود. یهو یه سری هم میرن سفارت آمریکا رو می‌گیرن و اون لانی جاسوسی و اینا گروگان این فلانو فرصتی پیدا میشه و موضوعی میشه که آقا اینا یه ملت تروریستن. ملت تروریستن برای اینکه این ملت رو از سابقه فرهنگی و تمام اون چیزایی که بهش شناخته میشده جدا کنن و بگن آقا ما اگر اینا رو میکشیم حق داریم، ما ملتی رو نمیکشیم، یه سری بربر دیوونن تروریستن میخوایم اینا رو بزنیم بهتره کنیم، هم اوکیه. بعد این مسئله مطرح میشه که آقا ایران سر یه اختاپوسیه که بازوهاش حوثیان، حزب الله، حماس، اینا همه بازوهای این اختاپوسن. خب ما بازوهاشو داریم میزنیم، سرش هم میزنیم دیگه، چه کاری الان این همه دردسر؟
بعد مسئله چی میشه؟ 11 سپتامبر اتفاق میفته اینا، این یه اسلوگان خوبی پیدا میکنه، وار آن ترور. و همون بازی که ما داشتیم که الان یه سری دیگه هم بهش اضافه شدن، دارن میان میزنن با هواپیما خودشون میزنن به ساختمونای ما. پس ما یه واران ترور داریم که این واران ترور چش پیدا میکنه، میشه امروز جنگ رمضان، جنگ 12 روزه، جنگ فلان. تو میگی یعنی رو این بهانه این موضوع سوار کرده و هی داره روش به قول شما کار رسانه‌ای میکنه، رو موج اون. مسئله اینه تو نمیتونی بری جنگ وقتی ملت نمیپذیرن که بری جنگ، گرفتار میشی. نمونهشو برات میگم، جنگ کویت، صدام حمله میکنه کویت 1990، کویتی‌ها گرفتار شدن، میخوان آمریکا رو تشویق کنن که بیاد وارد این جنگ بشه، درست شد؟ ولی مردم آمریکا اون موقع تجربه ویتنام هنوز خیلی نزدیک بود و میترسیدن که دوباره برن توی یه تله دیگه گیر بکنن و در نیاد کار، و همون کثافتکاری که توی ویتنام سرشون اومد دوباره تو کویت تکرار بشه. ولی اون موقع جورج بوش پدر دنبال این بود که این کار انجام بده، برای اینکه نفت اونجا کویت، نفت، ما هم که همیشه دنبال نفت و هیچ. مردم میگن آقا تو نمیتونی برای یه نفت ارزون جون بچهای ما رو به کشتن بدی. همین چیزی که امروز دارن میگن. یعنی میخوام بهت بگم آقا این قصه تکراریه. 10 اکتبر 1990 یه دختر بچه 15 ساله به اسم نیره که کویتیه توی کنگره آمریکا شهادت میده که خودش با چشای خودش دیده سربازای عراقی 312 تا بچه نوزاد توی انکوباتور رو میارن بیرون و میکشن. خب نه 313 تا، نه 310 تا، 312. بعد از این شهادت نیره 72% از مردم آمریکا با ورود آمریکا به جنگ کویت موافقت میکنن. واقعیت شده این اتفاق؟ حالا میگم بهت دیگه، از جایی که هیچ کس حاضر نبود وارد جنگ بشه، یعنی از ترس بعد از جنگ ویتنام که مردم داشتن که مشارکت کنن توی جنگ جدید، چه بربرای وحشی 70% همراه میشن. 312 تا نوزاد چرا از انکوباتور باید در بیاری بکشی تو؟ خب میخوای بری کشور بگیری برو بگیر دیگه، چیکار بچه نوزاد داری؟ این که کاری نمیتونه بکنه که بابا ننه‌شو بکش، خودش چیکار داری؟ و یه دختر بچه 15 ساله دیده این جلوی چش این کارو کردی. حالا نیره کی بود حجت؟ نیره دختر سفیر کویت تو آمریکا. کل این یه کمپین پروپاگاندا بود که 11.5 میلیون دلار برای دولت کویت هزینه داشت که شرکت هیل اند نالتون براشون طراحی و اجرا کنه که دولت آمریکا رو بکشونن توی جنگی که از دست صدام کشور نجات بده. بعد اینو کی مستند کرده؟ یعنی اینا داکیومنتری که از محرمانگی در میاد دیگه. بعد چند سال شما الان پابلیک دیگه سرچ کن ببین نیره کی بوده و چیکار کرده. دختر سفیر کویت تو آمریکا. اینا اصلا محرمانه نیست که دست منو دارم. منم از کف اینترنت نه برام جالبه. اینا کیسای بزرگ پروپاگانداست که ببین یک جنگو هدایت میکنه. من یه موقع تو خونم نشستم چاییمو خوردم، بعد شروع میکنم به همه فحش دادن که این چه وضعیه. چه وضعی نیست، تو در وسط یه قصه‌ای که برات طراحی شده، ولی از میزان تجربه و البته شعور من درکش خیلی فراتره. برای همه میگن تاریخو بخونیم ببین چه اتفاقایی افتاده و چی داره میشه. حالا یه موقع شما از منظر درست فهمیدم مصطفی، تو میگی جنگ یعنی عراق به کویت حمله کرده، کویت دوست داره که کمک آمریکا رو داشته باشه، دختر سفیر کویت اومده شهادت داده که اون موقع کسی نمیدونست این دختر سفیر کویت آمریکاست، به عنوان یک بچه 15 ساله‌ای که دیده واقعا رو اومده شهادت داده. این اومده یه همراهی جمعی شاید حتی در مردم آمریکا و مردم دنیا این داستان رو جورج بوش بالای 10 بار تو سخنرانیش تکرار میکنه. عجب. یه چیز هدایت شده. این یه کیس پروپاگاندای واقعیه که شما جنگ برای شروع جنگ. دقیقاً. و بعداً هم مستنداتش میاد بیرون که این دروغ بوده و میتونی مثل همه چی. مگه ببخشید حمله کردن به عراق نگفتن آقا نیورد عکس نشون داد که سلاح کشتن الان میگن نیست دیگه اشتباه کردیم.
اشتباه کردیم، یه مملکت رو به فنا اشتباه کردیم. اینا تکراره. من اینو آوردم بهت بگم حجت، اینو میبینی مثل این از 1990 تا حالا 300 بار اتفاق افتاده. نگاه کنیم ببینین چیه. الان یکیش کشتار جمعیه. الان تو ایران دنبال اورانیومن، 400 کیلو اورانیوم کجاست؟ آقا ولمون کنین. شاید حقیقی ترینش همینجاش تو ایران. این لاغر کسی نمیگه نیست. حالا میگم الان موضوع ببین یه کیس خیلی قشنگ دیگه هم پروپاگاندا تو میگی کمک میکنه. پروپاگاندا یعنی ذهن مس مدیا رو هدایت میکنه در جهتی که میخواد. اون جهت مثبتی یا منفی. میخواد شما سیگار بکشین، سیگار بکشین. ممکنه فردا تصمیم سیگار نکشین، یه برنامه دیگه پیاده میکنه. خب ممکنه بخواد تو بری جنگ، این برنامه رو پیاده کنه. ممکنه بخواد تو ماست بیشتری بخری، اون کارو میکنه. ممکنه بخواد تو ماست از فلان برند نخری، این کارو. فقط اون چیز منفی ماست کمتر از اینه که تو رو بفرسته جنگ یا نفرسته جنگ. میدونی تو میتونی اینو ابزار همون ابزاره. تو وقتی خواسته ها و نیازهای پنهان یه جامعه رو بدونی و بدونی که میتونی اینا کنترل داشته باشی، میتونی طوری اینا رو هدایت کنی و پیوندشون بدی به مسائل محصول صنعتی تجاری یا به یه حرکت سیاسی که اصلا جامعه متوجه نشه که تو اینها رو هدایت کردی. پروپاگاندا اینطوریه. یه شناخت عمیق از نیازهای اون جامعه است و بعد یه طراحی برای اینکه اونها رو وصل کنه به چیزایی که میخواد. به سیگار کشیدن یا نکشیدن، به رفتن جنگ یا نرفتن جنگ. خب این موضوعی که برنایس توی کتابش در موردش صحبت میکنه که آقا اصلا اون دولت خاموش چیه؟ اون دولتی که ازش صحبت کردیم کیه؟ اون کیه که داره جامعه رو اداره میکنه؟ برای همین جامعه شناسی اون نقش مهمی پیدا میکنه. برای همین آدمایی مثل من که تو فروش بی تو بیان زودتر میفهمن چه اتفاق افتاده، چون خودشون بعضی وقتا طراح تو اسکیله گیلی ولی تو طراح یه سری از این کارا بودن که چجوری تو فلان سازمان فلان چیزو معرفی کنن بفروشن. تو اسکیل نکرده ولی میدونه که این یه بازیه، سر و تهش مشخصه، بو میده این کار. خب حس میکنه که اول فکر میکنم سال 404 ترامپ زد که این با میگا رو در حقیقت این شعار میک ایران گریت اگین رو شاید لانچش کرد. منم همون موقع ذهنم مشغول شده بود که این احتمالاً یه برنامه، آره شروع یه سریالیه. ما مسئله‌مون البته به زعم من اگر به جای ترامپ اوباما بود ما دردسرمون خیلی بیشتر میشد. این خیلی بدون ما تنها شانسمونه که این آره شخماتیک کار میکنه و تابلوه توشش نمیکنه. اون لعنتی اون تو کشیده بوده کار نداره. مثلا میبینی ویدیوهایی میزنن که ادبیات این و ادبیات اون نمیشه زیر دور میگم وگرنه دست اون بسته کار ندارم. حالا یه مسئله خیلی جالب دیگه هست، یه کمپین خیلی عجیب دیگه هست که شاید آدم فکر کنه که اصلا قابل اجرا نیست. ببین قبل از انتشار کتاب سال 1917 آمریکا با یه مسئله روبرو میشه. آمریکا یک جامعه ایزوله که آدماش معمولا ریشه های آلمانی دارن و بعد جنگ جهانی اول داره اتفاق میفته که رئیس جمهورشون ویلسون میخواد که اینا وارد جنگ بشن و جنگ 5000 کیلومتر دورتر از مرزهای آمریکاست. آمریکا اصلا یه جای دیگه است، ربطی نداره به اونجا، نداره به اون، اصلا تو این دعواه نیست. به هر دلیل اون تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده. یک کمیته روابط عمومی تشکیل میده که رئیس این کمیته یه آدم رسانه‌ای خوبی بوده. اون آدم چی کار میکنه؟ 75,000 نفر آدم رو استخدام میکنه و بهشون یک دیالوگ 4 دقیقه‌ای یاد میده که در پارک و سینما و هر جا بلند بلند ازش صحبت میکنن و اون دیالوگ این نیست که بریم جنگ. میگن ما باید دنیا رو برای یک دموکراسی خوب امن کنیم. ما این رسالتمونه. ما اصلا دنبال این نیستیم که بریم راههای تجاری بهتری رو کشف کنیم، چیزهای جدیدی رو برداریم بیاریم، پولیش دریم، دنبال نفت و اینا هم نیستیم. ما میخوایم دنیا رو جای خوبی برای دموکراسی بکنیم و این بربرای وحشی رو باید بریم باهاشون بجنگیم. ما قهرمانی هستیم که قراره با اینها بربرا مبارزه کنیم.
اینا معروف میشن به مردان 4 دقیقه‌ای. 4 minute men. مردان 4 دقیقه‌ای. خب اینا همه جا بودن. جالب حجت اون موقع 70,000 نفر 75,000 نفر 75,000 نفر ول بودن تو جامعه و بلند تو پارک. تو یه نفر بوده 5 نفر درست جمع میشن بلند حرف میزده براشون میگفته. این 103 میلیون نفر اون موقع جمعیت جامعه بوده. خب اینا برای 413 میلیون نفر حرف زدن. یعنی هر نفر چند بار شنیده؟ تو ریاضیت خوبه. سخت شد، اینقدر ریاضیم خوب نیست. 103 میلیون نفر جامعه بوده، اینا 413 میلیون نفر رو ویزیت کردن. یعنی اصلا فکر میکنم هر نفر 2-3 نفر 2-3 بار شنیده حرف اینا رو. بعد همه جامعه اوکی شدن که آقا بریم دهن این بربرا رو سرویس کنیم، کار در میاریم. جامعه توی جنگ جهانی اول مشارکت. بعد تو فکر میکن که یه مشت روشن فکر خیلی خفنی تو جامعه پیدا شدن که چه حرفای خوبی میزنن و حرفشون درسته، ما باید بریم بربرا رو بزنیم. نمیدونی که همه 75,000 نفر یارو خریده کارمندشن. تو این مدل‌ها رو الان تو اینا رو تطبیق بده با وضعیت ایران توی فضاهای مختلف، وضعیت کشورهای دیگه، اصلا ایران رو ول کن، ونزوئلا، کوبا، ونزوئلا، هر کسی که نمیخواد بگه بله قربان یا یه چیزی برای دزدیدن داره با یه مدلی خلاصه همین مدلاست دیگه، از اینا بیشتر نده. همه اصلا یارو خلاقیت هم نکرده تغییرش بده. توی 7 اکتبر فلسطینی ها نوزادان را سوزونده بودن زنده. یه دختری هم اومد اعتراف کرد که دیده. همون الگوی سلطان ما اینو قبلا دیدیم دیگه، حالا برود نمیاریم که نگو نمیدونه که میان چی میگه، همون الگوه دیگه. ولی جالبه که بازم کار میکنه. آقا یه چیزی رو که کار میکنی بیش دست نمیزنن که. ما رفتیم مس دیستراکشن اسلحه های کشتار جمعی رو تو عراق پیدا کنیم، نشد، ولی تو ایران میریم پیدا میکنیم. نشد، فردا میریم تو کوبا پیدا میکنیم. همون دنبال اون بالاخره یه جایی ما پیدا کنیم، حالا پیدا نکردیم که کسی کار، بالاخره ما کارمون رو کردیم رفتیم. پس ببین الگو مشخصه و الگو تکراریه و حتی دستم بهش نزدن که یه خلاقیت خاصی بکنیم و اینا میجر اینسیدنته، یعنی وقایع بزرگه، جنگای بزرگ و ایناست. ولی به گفتم این اتفاقای کوچیکش هم وجود داره. خب فکر کنم کیسینجر یا کسی به مضمون این شکلی میگفت دولت آمریکا هیچ وقت ساقط نمیشه برای اینکه تو کشور خودش سفارتخونه نداره. اینو خودشون میگن. یعنی سفارتخونه های داخل آمریکا، داخل کشورهای دیگه، مراکز طراحی پروپاگاندا هن. ایران، سفارت آمریکا تو ایران یکی از قطب‌های منطقه، یکی از نقاط چاپ پول دلار برای CIA تو دنیا ایران بود. من شنیدم که ژاپن رو حتی مثلا می‌خواسته اونجا کار جاسوسی بکنه از ایران. ایران هاب منطقه‌ای بوده دیگه. حتی ژاپن، یعنی مثلا ایران هاب منطقه‌ای، همه اون تجهیزات که الان هست نمایش گذاشته شده که فقط برای ایران چیزی جاسوسی چی کنه، یه شاهی بوده میشتیم دیگه. کل منطقه و پولی که حتی لازم بوده رو نمی آورد، همینجا چاپ می‌کردن میدادن میبردن. یک کودتای روغنی قشنگی درست میشه. تمیز در میاد. هزینه هم به نظر میاد ارزون تره دیگه، میدونی تو دو تا راهداری. نه آخه به نتیجه نمیرسی. تو چقدر موشک بزنی که یارو الان غزه صاف شده، هنوز حماس با تویوتای نو میاد اسیر مبادله میکنه. دیدی تو مبادله اسرا؟ آره. از غزه چی مونده صاف؟ اون تویوت‌ها کجا بوده؟ از کجا اونا میان بیرون؟ کار نمیکنه. تو چی؟ من نمیدونم چی کار نمیکنه. کار نمیکنه دیگه. الان این کار نمیکنه. سر ملت‌های ضعیف‌تر از ما کار نکرده. سر حماس چی داره مگه؟ 4 تا لوله پولیکا رو با هم جوش دادن، از توش یه چیزی در آوردن. کار نمیکنه. مجبوری فرهنگو عوض کنی، آدما رو فکرشون رو عوض کنی، باوراشون رو عوض کنی. خود یارو میگه ما وقتی حمله رو انداختیم جلو چون تو ایران شلوغ شد. نمیتونی بدون ساپورت این اتفاق. نشده دیگه. من که از خودم نمیگم نمیتونی، نشده. تو غزه نشده، تو لبنان نشده، توی ایران نشده، نمیشه. چون که تنها راه پیروزی در حقیقت جنگ نظامی نیست، حتما باید یه به نوعی اصلا راه پیروزی باید جنگ فرهنگی و شناختی باشه. ذهن‌ها رو باید ممکنه نظامی بتونه کمک کنه. من به جد معتقدم که نظامی دیگه الان هیچی نیست.
یعنی الان ارزش خاصی نداره، 4 نفر میکشی بازم به نتیجه نمیرسی. مسئله فرهنگی عوض کردن. این کاری که مثلا اسرائیل توی پیجرا کرد که عملیات پروپاگاندایی بزرگ بود. من خیلی قدرت دارم، منم سرنخی داد برای تعریف یه قصه از قدرت. ولی مسئله اینه که تو با ملتی طرفی که این کار بهشون قدرت میده، اونا میشن قهرمانانش. اونی که چشم نداره دست نداره تو پیجرا اتفاقی براش افتاده، نماد قدرت اون ملته. میدونی چی میگم؟ تو وقتی نمیشناسی طرف مقابل تو، درست نمیشناسی و همیشه موضوع دنیا رو از سمت خودت میبینی، چون خودت ترسویی تیر بهت بخوره حالت بد میشه، فکر میکنی اونم تیر بخوره حالش بد میشه. بابا اون لعنتی اصلا به یه چیز دیگه فکر میکنه، اون دنبال گوله است. خب تو حرفای رهبر است که ما به سوی میدان پرواز میکنیم، بابا منطق برعکسه. تو میری تو بانکر قایم میشی و فکر میکنی این راه منطقیه. رهبر ایران سر جاشه و میدونه میزننش، تکونم نمیخوره و دنیا رو میتکونه. تو باید بشناسی داری با کی صحبت میکنی. این کاری که من برای نون خوردن این کارو میکنم، برای همین دارم میگم اینقدر با انرژی یارو رو نشناسی هیچ کاری مخاطبتو بشناس بعد سیلون جنس هم ازت نمیخره. حالا که این پادکست فروش اینا بود میشد ازش صحبت کرد، ولی ولش کن، حالا کاری ندارم. باید بشناسی طرفو. یه بحث دیگه در مورد اسرائیل هست. ببین تو 1899 هرزل از موضوع پروپاگاندا صحبت میکنه به عنوان یه استی که اسرائیل باید ازش استفاده کنه. ببین خب این ملت یهود به این شکل همیشه مشکل روایی داشتن، در تمام تاریخ اونقدر بوده که تو قرآن هم اومده و اصلا داستان دارن همیشه. اینا ابزارشون پروپاگاندا بود. اینا از یه جایی تصمیم گرفتن که بیان از پروپاگاندا استفاده کنن و روایت این که از دنیا خواهش کنن که مشکل امنیتی اینا، مشکل ژئوپلیتیک اینها رو درک بکنه و با اینا همسو بشه. من گفتم ولش کن، اینا یه مش تروریستن، شما هم داریم باشون میجنگیم، ما هم داریم مثل شماییم، ما هم ارزش‌های شما رو یکیه، هم دشمنمون یکیه، با ایران نمیجنگیم که، ما با یه مش تروریست داریم میجنگیم. حالا ممکنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشه، ما با IRCG میجنگیم، با ارتش هم کاری نداریم. حالا ارتش هر روز سوراخ کرده ولی کاری نداریم با IRCG. چرا؟ اون نماده. ببین مسئله کار فرهنگیه. بعد اومد یه نفر پیدا شد به اسم ناهوم سوروگو، آقا این اسم پروپاگاندا بار منفی داره، بیاین اسمش بذاریم هاسپارا. تو یهودی معنی استراتژی دیپلماتیک عمومی همچین چیزی میده، اسمش هاسپارا. این استراتژی رسانه عمومی دیپلماتیک عمومی، نمیدونم دیپلماسی عمومی اسرائیل، هم پروپاگاندای هرزل دنبالش بوده. یه بابایی پیدا شد که بابا اسمش نذاریم پروپاگاندا میگین دیگه زایه است، اسم هاسپارا، اسم خوب بذاریمش. خب پس ببین وقتی تو میای یه ملتی رو اسمشون رو میذاری تروریست، جنگت با ایران نیست، جنگت با لبنان نیست، جنگت با یمن نیست، جنگت با تروریسمه. هر جای دنیا تروریست باشن و تو تشخیص میدی کی تروریسته. و پس وقتی تو تشخیص میدی تروریسته، گور پدرش خندیده دیگه، میریم پدرش در میاریم. حالا یه زمانی هم مثل این یارو تو سوریه تشخیص میدی که این دیگه تروریست نیست، بچه خوبیه، جولانی، میذاریمش میشه صاحب فلانجا. میخوام یه چیزی بگم، همه این کیسا رو من گفتم اینجا و از موضوع پروپاگاندا صحبت کردیم برای اینکه بدونیم ببین موضوع پیچیده تر از اون چیزی که در ظاهر به نظر میاد. موضوع پرتاب موشک نیست، موضوع پرتاب موشک صورتیه. موضوع پرتاب موشک صورتی و بعد آماده کردن یه موشک آبیه. موضوع گفتن این حرفه که اگر جنگی شروع بشود هر جایی که مردم بگویند را میزنیم. موضوع در نهایت حجت استوری تلینگه. من قصه‌ای دارم، روایتی دارم که میتونم بگم. جنگ روایت هاست. تموم شد. ته قصه اینه که تو روی موشک مینویسی حبیبی اینا میرن من میمونم و تو. موشکت یه تأثیر داره. عکسی که از شعار روی موشکت گذاشتی یه چیز دیگه است.
موشکی رو داری شلیک میکنی که عکس آقای خامنه‌ای رهبر شهید، عکس سید حسن نصرالله و عکس آقای فرمانده حماس، اسمشو بگو که شهید هنیه. شد. نه اون یکی که تو میدون فیلد شهید شد. موضوع پرتاب موشکیه که عکس سید حسن نصرالله رهبر شهید و یحیی سنوار فلسطینی سنی که شیعه رو به گروهش راه نمیده. تو میدونی حماس نمیتونه آدم شیعه نمیگیره، روی موشک هست و برگای همه دنیا میریزه که آقا اینا اصلا موضوعشون شیعه و سنی نیست، اینا بر علیه استکبار وایسادن دارن میجنگن. پس مذهب من مهم نیست، من مسیحی هم باشم میتونم. کما اینکه خیلی مسیج دادن از ژاپن از کجا اینا که آقا ما داریم میایم تکلیف رو معلوم کنیم. خب موضوع جنگ روایت هست. اینو 300,000 سال آقای خامنه‌ای رهبر شیعه، آدمای مختلف گفتن. تو وقتی میری توی عمل و داری خودت توی این بازی بیشتر میفهمی، ولی اونایی که تو بازی نیستن تو رو متهم میکنن به اینکه توهم توته، نمیدونم فلان بیسار، به هر دلیلی. ولی واقعیتش اینه که این اتفاق داره میفته. اما بزرگترین این اگر اون طرف مقابل واران ترور رو ساخته، این طرف محور مقاومت رو ساخته. مقاومت در مورد چی؟ رزیستنس در مورد چی؟ کجا رزیستنس ما یه بار تو فرانسه دیدیم در مقابل آلمان نازی. ببین اینا معنی داره ها، اینا برمیگرده به گاه‌های مختلف تاریخ که آدم‌ها ازش یه چیزی تو ذهنشون هست. خب بعد تو با یه نسل زدی روبرویی که حرف تو رو با آخوند نمیفهمه ولی با لگو که رپ میخونه میفهمه و بعد میره دنبالش که چرا ایرانی اینو ساختن. ببین نسل زد یه خاصیتی داره، اگر به یه چیزی علاقه‌مند بشه تا تشو در نیاره ول نمیکنه. برای همین بسته‌بندی محصولات فقط برای اینه که لحظه اول اینو ورداره، فقط بگه واو چه بسته‌بندی عجیبی، روش نمی‌نویسه آقا تشکیل شده از این و از این و ویتامین C و ویتامین D، اینا رو نمیخونه طرف، فقط اون لحظه. بعدش دیگه تا دینشو در میاره. و امروز تو میبینی که رسانه‌های جنگ رسانه‌ای ایران برای این نسل طراحی شده. رپ میخونن، لگو، من لگو دارم تو خونه بازی میکنم، اینا چی هن؟ اینا کجان؟ چی شده؟ محترم مقاومت کجاست؟ این خیلی عالی. و یهو بازی تو دنیا عوض میشه و تو میرسی به برهه تاریخی که نقشه دنیا عوض میشه و خیلی عجیبه. خیلی مصطفی صحبتات برام جالب بود و میدونی من بعضی موقع فکر میکنم مثل یه حالا برگ کاغذی بود قدیما، براده‌های آهن رو میریختیم روش، بعد یه آهن رو با اون زیر میگرفتیم همشون اینوری میچرخوندی یا همه اینوری میشدن. این پروپاگاندایی که تو داری میگی احساس میکنم که همینه، شاید انگار یه میدان مغناطیسی تشکیل میشه که همه توی این میدان مغناطیسی موظفن اینجوری فکر کنن که تو به عنوان صاحب این پروپاگاندا یا طراح این کمپین داری دستور میدی. بعضن هر کسی هم که مخالف اون چیزی که تو طراحی کردی نظر بده با انبوه کامنت ها و بله. بعد میخوام اینو بهت بگم که از آزادی بیان صحبت میکنن ولی وقتی تو مخالفشون نظر داشته باشی لهت میکنه. خیلی عجیبه این که الان گفتی. به نظرم شاید هیچ مقطعی من ندیده بودم این میزان شاید دیکتاتوری رو. تو این حجم تو رسانه نبودی، من بودم. من دوچار این موضوع شدم. متوجهی؟ همون هایی که از آزادی بیان صحبت میکنن اگر تو نظری مخالف اون داشته باشی اصلا دیگه آزادی بیان یهو میشه یه لات ته کوچه هر روز بد و بی رابطه بگه فلان میشه. موضوع این شکلیه. به خاطر همین تو یهو با یه سری آدم روبرو میشی که دیگه حرف نمیزنن. میگه چه کاریه؟ مارپیچ سکوت. دو آدم داغون چرا باید طرف شی؟ آره دیگه اینطوری میشه که تو در حقیقت یه مارپیچ سکوت طراحی کردی. هر کسی که بخواد ابراز مخالفت کنه رو سرش سایلنت میشه و تو با یه صدای کوچولو انگار همه همین حرفو دارن میزنن. همه اونا. آره. حالا یه سوال مصطفی، خیلی به نظر من اتفاقات اخیری که من دارم نگاه میکنم با صحبتایی که داری میکنی
حس این که دقیقاً وسط یک کمپینی مو داره بهم دست میده. سوالم اینه که از این به بعدش چی میشه؟ یعنی چه این طرف جمهوری اسلامی در حوزه رسانه، چه اون طرف بالاخره ببین واقعیتش و این مردم ایران به نظرت کجا وای میستن؟ ببین ما مشکل اصلیمون همیشه توی همه این سال‌ها این بوده که رسانه هامون هیچ وقت رسانه نبودن و جامعه ما یا حکومت ما که برخواست از این جامعه است هیچ وقت ظرفیت رسانه بودن رو نداشته. جنگ رمضان اولین باری بود که خیلی تاکتیکی عملیاتی به خاطر شرایط جنگی، یعنی شما نمیتونی رپ بسازی تو ایران پخش کنی، شما نمیتونی لگو استفاده کنی چون خارجی فلانه، مثال میگم من نمیدونم حالا واقعا. شما ممنوعیت هایی تو رسانه داری برای تولید محتوا. بار شما رو نمیزنن از گمرک ترخیص بشه اگر محتوایی که برند منتشر کرده فلان و بیسار نباشه. درست شد؟ این نوع برخوردها که همیشه چکشی و تو دیدی شهرداری اگر نمیدونم مغازه پولشو نده میره نیوجرسی میذاره جلوش، 2-3 بارم حادثه داده آدم کشته. نمیدونستم حادثه داده. نیوجرسی شو زیر سنگ بوده چی بوده یکی رد میشه زارت افتاده روش. موضوع اینجاست که ببین همین شهرداریه که اینطوری برخورد میکنه، من دولتیش نمیکنم آقای زاکانی آقای فلان آقای فلان کنم، ما همه یه تیمیم، هر کدوم به اندازه توانمون یه تلاشایی میکنیم. همین شهرداری وقتی حادثه اتفاق میفته اونقدر تمیز و قشنگ و ردیف، شهر توش تو شرایط جنگی تو شهر تو یه دونه هله پوک وسط خیابون نمیبینی، کثافت نمیبینی، آشغال مونده باشه، بو گرفته باشه. آقا تو همون انگار نه انگار. آقا تو همونی آدم، تو اینقدر خفن کار میکنی، خب اون نیوجرسی هم یه جور دیگه حل کن. ها تو که اینقدر گلی، اینقدر خفنی، اینقدر کننده ای، نمیذاری هیچ آب تو دل کسی تکون بخوره، خب گل آقا رئیس سرور ما اون نیوجرسی یه جوری مسئلهش حل کن. ها نمیشو آقا تو کافر میبندی به دلیل حجاب، یک بنر بسیار بزرگ فلان، آقا این کار بازی رو چه دیگه از دست دیگه جای دیگه میخوای صاف کنی در نمیاد. برات مثال بزنم حجت، تو الان میری خیابون انقلاب، اصلا اونجا یه دنیای دیگه برای خودشه، انگار که هاید پارک وسط یه داستانی. خب یه کافه اونجا هست اسمشی نمیارم، این کافه فضای نشستن به اندازه این استودیو داشت و میز و فلان و هنوز داره. اونقدر به این کافه کنارش بانک ملیه، پله داره و اینا، همیشه قرار میرن از تو اون قهوه میگیرن، دیگه نمیرن اونجا بشینن، از اون قهوهشو نمیگیرن، میرن میشینن روی اون فضای باز جلوی بانکه، دختر و پسر کنار هم سیگارشون میکشن، قهوهشون میخورن، گپشون میزنن، میرن. ببین وقتی فکر نمی کنی یه تزی میدی، آقا اون حاشیه رو الان اونجا چیکار کنیم؟ الان کار ندارم، منظورم این بود که ببین ما توی فضای جمهوری اسلامی مثل همه جوامع دیگه یه موقعی خوب بودیم یه موقعی بد بودیم، ولی الان وقتشه که از اینکه میتونیم به این سرعت در شرایط جنگی آدم‌های خفنی بشیم و کار درست بشیم در عبرت بگیریم و فکر کنیم همیشه ما تو شرایط جنگی هستیم و کارهای خفنی انجام بدیم. خودمون از این وضعیت احمقانه در بیاریم. متوجه یا وقتی تو میتونی تو شرایط حاد اینقدر خوب عمل کنی، خب تو شرایط عادی اون همه شهید سلیمانی میگه آقا اینا بچهای خودمونن فلانن فلان، باز تو اونو گذاشتی زمین، از خودت تز دادی که یه کاری بکنی، یه سری آدم فر بدی. ولش کن، خیلی اونم یه قصه دیگه است، بعدا میشه در موردش صحبت کرد. ولی منظورم اینه جامعه جمهوری اسلامی چیکار باید بکنه، مردم باید چیکار بکنن. همه جامعه تو جنگ بودن 40 و اندی سال، نه فقط یه رمضان، نه فقط 12 روزه. من تو جنگ به دنیا اومدم و تو جنگ اقتصادی و تو جنگ موشکی زندگی کردم و بیشتر عمرم تو جنگ اقتصادی و تحریم ها و هویتی و کوفت و زهرمار بودم. من اونقدر فیلم آمریکایی دیدم که انگلیسی یاد گرفتم و الان صاحب یک فرهنگ آمریکایی ایرانیم. خودم میگم یه دفعه مثلا که دوستا دعوت کرد یه ویدیو کستی اونقدر انگلیسی صحبت کردم دونه دونه‌شو زیرش ترجمه‌شو گذاشت و بعد من خودم میدم من اینطوری حرف میزنم. چرا؟ برای اینکه من کتاب میخونم، انگلیسی میخونم،
چه میدونم میخوام حسابداری یاد بگیرم انگلیسی میخونم، میخوام برنامه‌نویسی یاد بگیرم انگلیسی میخونم، من اصلا کتاب فارسی نمیخونم، خیلی کم، مگر اینکه مثلا نویسنده داستانش ایرانی باشه یا چیزی باشه. این از 59 که من میدونم تا اینجا هر وقت که فهمیدم یهو اینطوری شده. پس من این همه سال تو جنگ بودم و امروز میخوام نتیجه این جنگ به نفع من تموم بشه، چون من 40 و چند سالمه. برای همین من 40 و چند ساله وقتی میبینم یه مسئولی کج تصمیم میگیره و چیز میشه، یه خط بزرگی رو روان من و مثل من و کوچیکتر از من و بزرگتر از من میندازه که آخه نامرد، ما هممون داشتیم میجنگیدیم، چرا یهو تو بس یعنی برداشت میکنی که خیانت داره بهت میشه و بعد اعصابتو خراب میکنه و بعد میشینی غر میزنی و 2 سیگار اضافه تر میکشی و 2 قهوه بیشتر میخوری، دل چرکین میشیم از هم. حالا چه اتفاق میفته؟ نظر شخصی من، به نظر من به هر نحو این وضعیت که الان ما توش هستیم کسی ازش کوتاه نخواهد اومد، اصلا نمیشه. ما صفر وایسادیم، اونم صفر وایساد. نه اون مجبوره وابده. به نظر من تنگی هرمز یه چیزی که دست ایران هست، خواهد بود و میمونه و اینجا نقطه‌ای که نقشه دنیا عوض میشه. یعنی تو لاجرم مجبوری یک قدرت دیگه رو تو دنیا بپذیری، مثل اینکه چین رو پذیرفتی، مثل اینکه روسیه رو پذیرفتی، با یه بالا پایینی با هم کنار بیاین و دوباره جنگ خواهد شد و دوباره این داستان ادامه داره. ولی به هر حال روایت تو از جنگ از 12 روزه بعد تو رمضان که F35 میزنی تا بعد خیلی متفاوت میشه. یه روالیه به هر نفع ریشش هم برمیگرده به باورها و داستانهای مختلف و کمپینهای مختلف. و خیلی خوب مصطفی، به عنوان حالا سوال پایانی یا گفتگوی پایانی، اگر امروز تو بخوای یه پیشنهاد بدی به جمهوری اسلامی، چون بالاخره جمهوری اسلامی 40 سال شاید ماها که متولد، من 60 ام، تو آخرای 50، همیشه این جمله حمله به ایران روی میز است بود دیگه، یعنی واقعا هممون شاید این ترس رو داشتیم که نکنه بزنه. الان واقعا زده و الان وسط جنگیم دیگه، درسته؟ الان واقعا وسط جنگیم. سوال مشخص هم وسط اینه، اگه فرض کن یک پیشنهاد بخوای بدی، یک پیشنهاد به جمهوری اسلامی که الان نزدیک شاید مثلا 70 روزه که جلوی آمریکا دووم آورده و هنوز بالاخره 70 روز نیست، اشتباه نکن، 70 روز به قول شما 40 اندی ساله. 70 روز درگیر جنگ نظامیه. آره و ضعیف‌ترین چیز تو جنگ نظامیه، چون خیلی تابلو روه. من اتفاقا میخوام بگم آقای جمهوری اسلامی و مردم عزیز، نظر شخصی من یکی لایه این جامعه اینه که ما جنگ خیلی بزرگی رو پشت سر گذاشتیم و به تهش رسیده. من اینجا امروز با تو از پیچیده ترین عملیات های روانی دنیا صحبت کردم، هیچ کدوم کار نکرده تو ایران. 40 و چند سال ما داریم می جنگیم، این دومشه دیگه. تو میگه حمله نظامی آخرین مرحله من با تو هی میام جلسه که کوتاه بیای و اینا، آخر نمیشه یه چک میزنم تو گوشت دیگه، تابلو میشه دیگه من دنبال چی بودم. خب من نگاه این که آقا این دومشه، گن نزنین تو این ته کار. خیلی آدم دادیم، جوون دادیم، اعصابش داغون شده، ناامید شده، خیلی روانی شده، برگشته، رفته تو دنیا آواره شده، قصه خورده، بابا ننه‌شو ندیده، بابا ننه‌ش فوت کردن، دور افتاده، اونایی که مردن، اونایی که رفتن جنگ شهید شدن. ببین ما همه با همیم. ممکنه اعتقادات منو نداشته باشی تو، ولی تو هم نمیشه تو داداش منی دیگه، یه چیز دیگه ایرانی. خب من تو تیم 50 نفرم تو کارم که همه با من هم مسلک بودن، بچهای ما دیگه اومدن سر کار دیگه. خب آقای جمهوری اسلامی، ما این همه خسارت دادیم، این همه آدم دیدیم که استرس گرفتن، این همه آدم دیدیم که خسته شدن، ناامید شدن، الان دومشه، باید کار در بیاری. میدونی منظورم چیه؟ یعنی موضوع اینطوری نیست که حالا ما یه ماه جنگیدیم این دیگه حالا یه کاریش میکنی. نه استاد، تو یه عمر منو جنگیدی، الان باید گولو بزنی. منظورم من نگاه همین شکلیه. من نگاه جنگ 12 روز جنگ رمضان نداریم، اینا ماسمالی کردنه.
ما 40 اندی سال داریم میجنگیم. سکانس پایانیه تو میگی؟ تموم شد. سکانس پایانی یه راه بیشتر نداره، یا میبریم یا میبریم. چون 40 سال داریم هزاران آدم بابت این تو این 40 سال، از اونایی که مهاجرت کردن، از اونایی که تو ایران به نتیجه نرسیدن، از اونایی که ورشکست شدن، از اونایی که پولدار شدن، از اونایی که هموطن من بودن، من دوست داشتن، با من قهر بودن، همه جور آدمی که با من بودن، همه اینا تو این جنگه بودن دیگه. میدونی جنگ تیر و ترکشش دیگه هویداترینش اینه که موشک میزنن اینجا ما مرخص میشیم، این هویداترینشه. ولی اون بدبختی که چکش برگشت میخوره و امروز به خاطر قطعی اینترنت گرفتار شده و یک قرون پول در نمیاره و از گرسنگی داره جون میده و جواب بچه‌شو نمیتونه بده، تو جنگ مستقیمه و تو جنگ سنگین‌تریه که چون اون زجرکش میشه ولی اون که گوله میخوره خلاص میشه. درسته. خب ولی ما چون اون میدونی اون چون یه حالت هویدایی داره، اسمشو ما میذاریم شهید، بعدم میذاریم تو بیلبورد. این بدبخت له شد اینجا. طبیعیه ها، من نمیگم الان بریم اونا رو پیدا کنیم مثلا اونا مثلا مال این کار نیستن، ولی باید بفهمیم این رو و براش ایده‌ای داشته باشیم، نه ایده تخیلی مثل اینترنت پرو. بریم درست فکر کنیم به جای اینکه کیسه بدوزیم، یه کار درستی در بیاریم. خیلی از این مثلا اینترنت پرو واقعا یه نوع خیانت. ببینیش کمکی نکرد دیگه به کسب و کار. نه اصلا ببین یکی دنبال پول در آوردن سنگینی بود رفت کاری کرد. آقا اینطوری دیگه نامردی وسط جنگ، این خیانت وسط جنگ، این می‌فهمی چی میگم؟ اینا آدمو دلچرکی میکنه. دلچرکی. خیلی خوب. مصطفی دمت گرم. چاکریم. خیلی گپ باحالی بود. اگه نکته پایانی چیزی به ذهنت میرسه نه امیدوارم که ان شاء الله. من که خیلی کیف کردم، خیلی چیز یاد گرفتم. تا الان این زاویه که همه روزای خفنی رو تجربه کنن و یه جشن درست پیروزی بگیریم. ان شاء الله. تعبیر ابرقدرت که توی صحبتات آوردی برام جالبه، یعنی واقعا میشه که با بعد از این پایان بندی و این سکانس پایانی ما جلوی 2 تا از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا وایسادیم، نه تنها چک اولو زدیم، ادامه‌ش هم زدیم، یقه یارو هم ول نمی‌کنیم. یه نمونه تو دنیا برای من بیار از اینجا ببینیم کجاست. یه دونه بری، یعنی یک کشور اسم ببر. یارو رو از جاش تو تخت خوابش دادن بار هلیکوپتر بردن. آره تو 45 دقیقه. آره راست میگی. دمت گرم مصطفی، خیلی عالی بود. ممنونم از قربونت. قربونت و روز و ایام خوبی داشته باش. سلامت باشی.